یک خانه در مهمان شدم. مهمانی بردن ما. پدری دختر برد ما. گو بیا بریم. گو ما را هنه قدمون طلبیده ایم. خیلی رفتیم. شیشتیم بود که بعد همو نفری ما را برد. این دختر داره یکن. دخترش در همون خانه کلینه. بعد همین پدری همون خانه دار در آمده ایم درم. همین دستا در پیشیم خیلم. بابای حاجی گفت من نمیدانم گفت شما را خیلی تشکر کنم. دختر داره گفتیسته. من نمیدانم گفت خطا چه خیلی تشکر کنم. هزار رحمت گفت بر همین تربیه که همین دختر تا کردی. ای روزی که همین دختر شما آمد گفت به خدا کی گپای امو ای روزی که همین دختر شما آمد گفت ما در خانه قرآن نداشتیم. نمی همه ما را قرآن خون کرد. گفت من خودم قرآن میخونم، زنم قرآن میخونم، بچه‌ام قرآن میخونم. ولی گفت نه گودککارم یاد دادی سای همین که میشینیم گفت رنگ لای دسترخوان در چایخوری واری همین که میشینیم ما قرآن میخونیم به خدا گفت راحت میکنیم. دیگرگون شدیم گفت. ما گفت همین خوابی کدگی ما گفت ساعت 9 میخیزیم 9 داده چای میخوردیم. ولی ما در ساعت 6 چای میخوریم. همین منتداری کرده دیگه این مرده که بابای حاجی هم بیرون در برای چقدر دیگه همون سرک رو در شیش تا همین گریه کرد که گریه خرسندی که الحمدلله رب العالمین که پشت فرزندم اینقدر سخنایی دم من پشت فرزندم اینقدر رحمت شنیدم. برادر عزیز این آدما پاس میدارن. اگر دختری من همیشه قرآن خوان برود خانه همون شوهرش همون خانواده اگر همین قرآن خوانیش بینن البته تشکر میکنن، البته رحمت میگن.